سلام دوستان عزیز. اینجا یک ویلای بسیار زیبا در منطقه کوچ شهر لاهیجان هست. همتون حتما شهر لاهیجان رو میشناسین به خاطر چای ایرانی اصیل و کلوچه هایی که در اینجا پخته و به سراسر کشور عزیزمون توزیع میشه. شالیزارهای شهر لاهیجان هم که زبانزد عام و خاص هست و برنج ایرانی که در شهر لاهیجان استحصال میشه یکی از بهترین انواع برنج ایرانی هست. این ویلا در زمینی به مساحت 488 متر مربع و بنای 170 متری در 2 طبقه ساخته شده. 2 تا اتاق خواب که یکی از اونها مستر هست، 3 باب سرویس بهداشتی و حمام که یکی از اونها در داخل حیاط و قسمت پشتی ساختمان قرار داره. ملاحظه این فرمایین آلاچیک و استخر در قسمت مجزایی از منطقه مسکونی این ویلا قرار دارن که اگر مهمانان شما خواستن تمدد اعصابی انجام بدن یا خودتون خواستین از فضای ساختمان و نشیمن دور باشی میتونین از اینجا استفاده بکنید. باربیکیویی که در کنار ساختمان ایجاد شده برای پخت و پز و ثبت لحظاتی بسیار شیرین در با استفاده از غذاهای لذیذ ایرانی روزهای خوشی رو برای شما رقم خواهد زد. یک باب آشپزخانه، انباری و استفاده از بهترین انواع متریال در ساخت این بنا این ویلا رو به یکی از منحصر به فردترین ویلاهای منطقه کوچ شهر لاهیجان تبدیل کرده. این ویلا همچنین در طبقه دوبلکس خودش یک حیاط خلوت و 60 متری رو داره که شما میتونین با مبله کردن اینجا از آب و هوای ناب و خوش لاهیجان استفاده بکنین و لحظات شیرینی رو برای خودتون و خانواده محترمتون رقم بزنین. ویوی ابدی و بسیار عالی و چشم نواز شالیزارهای شهر لاهیجان و منطقه کوچ رو ملاحظه می‌فرمایید که از بالکن این ویلای بسیار لوکس قابل مشاهده است.